سلام دوستای خوبم، من رامین خوشحال، اینجا پرژنبورگ. تو نقد و بررسی سامسونگ نوت 10 لایت با من همراه باشید. به تازگی شرکت سامسونگ گوشی جدیدی معرفی کرده به نام گلکسی نوت 10 لایت که ورژن ارزان‌تر از گوشی گلکسی نوت 10 و نوت 10 پلاسه و تقریبا قیمتش با گلکسی نوت 9 یکی می باشه. در نقد و بررسی گوشی سامسونگ گلکسی نوت 10 لایت با ما همراه باشید. این سامسونگ گلکسی نوت 10 لایته، گوشی میان رده گرانی که دارای قلم اسپن سامسونگه. گوشی کیفیت ساخت خوبی داره، فریم دورش آلومینیومیه و پشتش پلاستیکی. صفحه نمایش این گوشی مثل برادران بزرگترش خمیده نیست و از نکات ضعفش میشه به ضدآب نبودن اشاره کرد. اندازه صفحه نمایش 6.7 اینچه با رزولوشن 2400 در 1080 با نسبت تصویر 20:9. دوربین سلفی هم توی یک پانچ هول بالای صفحه قرار داره. با اینکه رزولوشن این مدل مثل برادران بزرگترش یعنی نوت 10 و نوت 10 پلاس QHD نیست، ولی بازم کیفیت خوبی داره. حداکثر روشنایی قابل قبولی هم داره و نهایتا میتونیم بگیم از گوشی‌های میان رده یه سر و گردن بالاتر این صفحه نمایش. سنسور اثر انگشت اپتیکالش هم زیر صفحه نمایش قرار گرفته که سرعت خوبی نداره. حالا میرسیم به جذاب‌ترین بخش این گوشی، یعنی قلم اسپن که تو همه گوشی‌های نوت سامسونگ وجود داره که البته خیلی هم عالیه. با دکمه‌ای که روی قلم قرار داره میشه برای فعال کردن دوربین و عکس گرفتن تو حالت سلفی استفاده کرد. نکته منفی دیگه این گوشی نداشتن اسپیکر استریوه و فقط یه اسپیکر تو پایین گوشی وجود داره و در کنارش هم یه خروجی هدفون 3.5 میلیمتری وجود داره. این گوشی 2 سیم کارت است و جای سیم کارت دوم و کارت حافظه با هم مشترکه. البته نکته مثبتش هم داشتن اندروید 10 که در کنار رابط کاربری سامسونگ با نام وان یو آی 2 قرار داره. و این گوشی دارک مود هم داره. در قسمت پردازنده هم سامسونگ سنگ تموم گذاشته و یک پردازنده پرچمدار رو روی این گوشی میان رده گذاشته. پردازنده اگزینوس 9810 که در نوت 9 پرچمدار سال 2018 شون هم استفاده شده بود. در کنار این پردازنده هم حافظه رم 6 یا 8 گیگابایتی میتونه انتخاب کاربران باشه. پردازنده گرافیکی این دستگاه هم مالی G72 18 هسته‌ایه. بریم سراغ باتری. باتری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت روی این گوشی کمرکدی شبیه نوت 10 داره. خوبه ولی عالی نیست. فست شارژ 25 واتی هم داره که در نیم ساعت میتونه 50% گوشی رو شارژ کنه. دوربین 3 دوربین 12 مگاپیکسلی توی این گوشی قرار داره. دوربین اصلی که به گشودگی دیافراگم f1.7 و تکنولوژی دوال پیکسل و لرزشگیر اپتیکال. دوربین تلفوتو هم با دیافراگم f2.4 و لرزشگیر اپتیکال و همچنین دوربین آلترا واید با دیافراگم f2.2. کیفیت دوربین اصلی شبیه نوت 10. در مجموع عملکرد دوربینا تو عکاسی خیلی خوبه و از یه گوشی میان رده خیلی بالاتره. در حالت فیلم برداری هم دوربین اصلی به صورت 4K و 60 فریم بر ثانیه میتونه فیلم برداری کنه که خیلی خوبه. لرزشگیر اپتیکالش هم تو همه حالتهای این دوربین در حین فیلم برداری فعاله. این گوشی تو رنگ‌های آورا گلو یعنی چند رنگ و مشکی و البته قرمز عرضه شده و قیمتی حدود $520 داره. این گوشی مزایا و معایبی داره که از مزایاش میتونیم به قلم اسپن، پردازنده قدرتمند و حافظه رم بالا در کنار دوربینای خوب اشاره کنیم. البته معایبی چون بدنه پلاستیکی و سنسور اثر انگشت با سرعت پایینم داره. خب امیدوارم از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشید. قیمت این گوشی الان که فروردین 99 هست حدود 10 میلیون قیمتش. اگه از این ویدیو راضی بودین لطفاً به اشتراک بزنید تا بقیه هم بتونن ببینن. من رامین خوشحال ازتون میخوام که مواظب خودتون و خوبیاتون باشین. دوستتون دارم با یک قلب مهربون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.